لگور هنجدرن میدانی کتیبین اپوزیسیونی تانکا که رژیم تک برن دشرکی گرانده لغوتا روشهلات لشامه و فرمانده که بروانیان اجتماعی بناوی زینب سلیمان لجبهه داریا لگندوار شامه کشتن. آنیا النصرة پنج خالن میلیشیات حزب الله ی لبنانی لدور قلمون لروجهلاتی گندوار شامه آزاد کرن. هروها شروان اپوزیسیونه لیواء 82 لباجار شیخ مسکین لدرعای بموشکن گران بمباران کرن. لحلبه تفجر الحزم کشتنا پنج لشکرین رژیمه لدر دورا زندان حلبه ناوندی را گهاندن. و جبهه اسلامی جی هفسره بناو نجم الدین سرمینی لحندرات لباکوره حلبه کشتن. هنچالک وانان لباجار رقای را گهاندن کو ده روجاس شمه رخصنا داعش کشتنا بر پرس اوفیس اولهیه یوی رخصتنی را گهاندن. بالافرن رژیمه جعالی خواه ده ایریشن اسمانی لسر نافچین سیویلان لرقای پیک آنین و ده انجام ده 110 شهید و بدهان بریندار کتن. جبلی زیانا مادیا پرمزن. لحمسه رژیمه بموشکن هاون تاخا الوعر بمباران کر و کشتی و بریندار جهر دو آلیا کتن. لدرعای جی بالافرن رژیمه 4 برمیلن ماین کری لسر باجار شیخ مسکین آویتن و ده انجام ماویده کشتی و بریندار کتن. لگور کمیتین هفریزن خواجهی لسوریه بداوی بونا روژا سشمه 122 شهید اتومار کرن. جوان نهد بن اشکنجه دا. 87 تنه لرقای 15 لشامه 8 لحلبه 7 لدرعای 1 لحمسه 1 لإدلبه و شهيدك للازقية. منال محمد آرك.